اسلامی ایران. ورزشگری ما خیلی فعال است و کوشش او بسیار یک پرتابی جانانه. شهباز سیدابرارов توانست که رقیب را مغلوب نماید در این نبرد بسیار مشکل، حتی در حالتی که بیشتر از 1 دقیقه دیگر وقت باقی مانده بود. شهباز سیدابرارов به دور فینالی رو خط میگیرد و رقیب خود را از جمهوری اسلامی ایران وحید باریمانلو خیلی زیبا و شایسته مغلوب نمود. او ارزنده این پیروزی و این کفکوبی ها هست. کلی مخلصانی که در مجموعه قرار دارند حالا کف میکوبند به خاطر شهباز سیدابرارов و ما اینجا پرتابی او را دیگر باره میبینیم در نوارهای تکراری که دیگر اصلا برای رقیب فرصت باقی نمانده بود. همیشه داشتن از کمربند رقیب حالت خوفناک رو میتواند به میان بیارد، حالت مشکل رو برای آن نفری که کمربند او باز داشته شده است. آفرین و تبریک به کل مخلصان گشتنگیری که شهباز سیدابرارov این پیروزی رو البته به دست آورد و خوشحالی رو برای آنها بخشید. افتادن یکدیگر میروند این پهلوانان. حالا که لب رفتن برای بسیار قلای و جالب بود برای شهباز. اکنون همین نوبت میتوان این حلال است. آفرین شهباز بالاخره عارف رو با 2 شانه زمین افتاد و آغوش میگیرد برادرمانه. چوبار عقابان 2 بازو کشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا. بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان دوشنبه گوشتنگیری نماند تهی. با شهباز سیدابرارov گل برآمد. اکنون جفتی اول تاجیکان فینالیست هایی که هر دو تاجیک بودند. یک بار دیگر نشان داد که شهباز تجربه خوبتر و بهتر خود را برای مخلصان نشان می‌دهد. نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانov و نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر